نجف ما بعد از معلول شدن گرده های فرزندش می خواهد یک گرده خود را به او بدهد. امام الدین ماه می سال 2015 به خاطر طبابت به دوشنبه آمد. او را کارمندان کمیسریت حربی بازداشت و به خدمت حربی فرستادند. با خروج بیماری گرده او را به بیمارخانه خارق انتقال داده سپس به دوشنبه آوردند. حالا هر دو گردهش فعال نیستند. اگه چون ما خون سپردیم و این اوزی کردیم و با بریم بودن توموگراف کردیم هک همه جام نخی توری برمده سکه بود او شکه با دستی خلو. حالا هم مادر 60 ساله و هم فرزندش تحت مراقبت پزشکان بیمارخانه منصورف قرار دارند. برای انجام جراحی 100,000 سامانی لازم دارند. از این مبلغ 48,000 سامانی فقط برای عوض نمودن گرده و باقی برای طبابت بعدی مصرف می شود. باید که می طرف حکومت یاردم میکرد و خیلی طبابت میکردن یا که گودش میچسبوندن نکردن و خیلی من اگه مادرش نگو چیشیم مجبورم که برم نگو گودم برورم بتیمش که کوی چیه اداری بنیسه خلاص میشه. به خاطر اینکه مبلغ کافی ندارن خاله نجف ما بعد معاینه پزشکا افضلتر می شمارد تا لحظه عملیات عوض‌سازی گرده در منزل اجاروی خود ماند. سلامتیم تو رفت چند رفته ایستاده است بعد شده ایست از برای که ارگانیسم دیالیز ارگانیسم چی میکنه سلابی میکنه اما ایسا بیمی نبودن دونر ایسا بیمی کم بیزاتی مخواه نه یک سال شد که میگیم دیالیز گرفته ایزیم. خانواده امام الدین بزرگ بوده 9 برادران و خواهران هستند و فقیرانه به سر میبرند. آنها از مردم نیک و سخاوت پیشه امید دستیاری دارند تا هر چه زودتر عملیات جراحی صورت گیرد و امام الدین نجات یابد.